سلام به همه همراهان عزیزم، امیدوارم که عالی باشین. اگه یادتون باشه ویدیو قبلی گذاشتم این کوچولو هنوز به این دنیا نیومده بود، الان 2 ماهشه و من تصمیم گرفتم دوباره ادامه بدم و همینطور که این مسیر منو راهنمایی میکنه از آنتالیا تا اینجا، تا حاملگی، تا به دنیا اومدن این کوچولو، از این به بعد میخوام این ولاگا رو برای بزرگ شدن آنیدا کوچولو و اینکه کمک کنیم به همه مامانایی که نوزاد دارن، کوچولو دارن، تا بزرگیشون، تا اینکه ببینیم چه کار میتونیم کنیم، چه کارایی کنیم، چجوری با هم دیگه قدم به قدم بریم که بتونیم این مسیر رو راحت‌تر برای بزرگ شدن بچه‌هامون بگذرونیم. من تصمیمم این، اومدیم یه جای خیلی خوشگل تو رشت، یه روستایی به اسم موشنگا که یک باغ خیلی خوشگل داره به اسم باغ بهشت. میبینید چقدر قشنگه. حالا میرم همشو بهتون نشون میدم. اینجا خیلی واقعا فوق العاده است. امروز آنیدا رو تو 2 ماهگیش آوردیم. قبلا موقعی که آنیدا کوچولو تو شکمم بود اومده بودیم. حالا بیایم با من دیگه با هم قدم بزنیم تا جایی بهتون نشون بدم. ببین چقدر قشنگه. اینجا همه به صورت خونه های خیلی خوش، کلبه های چوبی خیلی قشنگ، ولی داخلش خیلی مدرن و خوشگله. درست شده. این مشکل ها رو ببینید، خیلی قشنگه. ببینید اینجا اتاقا رو رزرو میکنن. البته الان که تو آخر دی کلا رزرو شده بود. صبح درست میکنن، اون محلی میپزن. نگاه کنید.